من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس می‌خونین حضور دارم. من هیچ موقع از دانشگاه فارغ التحصیل نشدم. امروز میخوام داستان زندگیمو براتون بگم. خیلی طولانی نیست و شامل 3 قصه میشه. اولین قصه مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط با زندگی. من بعد از 6 ماه درس خوندن در دانشگاه ترک تحصیل کردم، ولی تا حدود 1 سال و نیم بعد از ترک تحصیل هنوز به دانشگاه میرفتم. اما چرا ترک تحصیل؟ زندگی و مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من دانشجوی مجردی بود که تصمیم داشت منو در فهرست پرورشگاه قرار بده تا یه خانواده سرپرستیمو قبول کنه. اون شدیداً اعتقاد داشت که یه خانواده با تحصیلات دانشگاهی باید منو به فرزندی قبول کنه و همه چیزو برای این کار آماده کرده بود. یه وکیل و همسرش قبول کرده بودن که منو بعد از تولد از مادرم تحویل بگیرن، اما درست بعد از تولد من اونا گفتن که پسر نمیخوان، دوست دارن دختر داشته باشن. اینطور شد که پدر و مادر فعلی من نیمه شب بعد از یک تماس تلفنی و با اشتیاق تمام منو به فرزندی قبول کردن. مادر بیولوژیکی من بعدها فهمید که مادرم هرگز دانشگاه نرفته، پدرم هم هیچ وقت دبیرستان تمام نکرده. مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزندخواندگی منو امضا کنه، تا اینکه اونا قول دادن وقتی بزرگ شدم حتما منو به دانشگاه بفرستن. به این ترتیب 17 سال بعد وارد کالج شدم و به خاطر اطلاعات کمی که داشتم دانشگاهی رو انتخاب کردم که شهریه اون تقریبا معادل دانشگاه استنفورد بود و یه عمر پس‌انداز پدر و مادرم به سرعت خرج شهریه دانشگاه میشد. بعد از 6 ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده چندانی برای من نداره. هیچ ایده‌ای نداشتم که میخوام با زندگی چیکار کنم یا دانشگاه چطور میخواد به من کمک بکنه. پس به جای اینکه پس‌انداز پدر و مادرم رو تلف کنم ترک تحصیل کردم. ولی ایمان داشتم که همه چیز درست میشه. راستش اولش کمی وحشت داشتم، اما الان که نگاه میکنم میبینم که این از بهترین تصمیمات زندگی من بوده. بعد از ترک تحصیل به جای رفتن به کلاسایی که به اونا علاقه نداشتم کارهایی رو شروع کردم که واقعا دوستشون داشتم. زندگی در اون دوره خیلی برای من آسون نبود. اتاقی نداشتم و کف اتاق یکی از دوستانم می‌خوابیدم. بطری‌های خالی پپسی به خاطر 5 سنت پس می‌دادم که با ما غذا بخورن. بعضی وقتا 7 مایل پیاده‌روی می‌کردن که توی کلیسا غذای مجانی بخورن. غذاشون دوست داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و ابهام درونی در مسیری قرار گرفتم که تبدیل به تجربه گرانبهایی شد. کالج رید اون موقع یکی از بهترین مراکز تعلیم خوشنویسی در کشور بود. تمام پوسترهای دانشگاه با خطی بسیار زیبا خوشنویسی میشد و چون از برنامه رسمی دانشگاه ترک تحصیل کرده بودم سراغ کلاس خطاطی رفتم. سبک اونا خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی بود. منم از اونها خیلی لذت می‌بردم. امیدی نداشتم که کلاس خطاطی نقشی در زندگی حرفه‌ای آینده من داشته باشه. ولی 10 سال بعد موقعی که اولین کامپیوتر مکینتاش رو طراحی می‌کردیم تمام مهارت‌های خوشنویسیمو در طراحی گرافیکی مکینتاش به کار گرفتم. مک اولین رایانه با فونت‌های کامپیوتری هنری و قشنگ بود. اگه من اون کلاس‌های خطاطی رو نرفته بودم، مک هیچ وقت فونت‌های هنری الان رو نداشت. یا حتی چون ویندوز طراحی مک رو کپی کرد، احتمالاً هیچ کامپیوتری این فونت‌ها رو نداشت. وقتی زمان حال رو نگاه می‌کنیم، شاید تأثیر این اتفاقات مشخص نباشه، ولی با نگاه به گذشته متوجه ارتباط این اتفاقا میشه. یادتون باشه که باید حتما به چیزی ایمان داشته باشین، به شجاعتتون، به سرنوشتتون، به زندگیتون یا هر چیزی دیگه. ایمان هیچ وقت منو ناامید نکرده و باعث تغییرات زیادی در زندگی من شده. قصه دوم من در مورد دوست داشتن و شکست. من از این بابت خوشبختم که چیزایی رو که دوستشون داشتم خیلی زود پیدا کردم. من و همکارم راست شرکت اپل رو در گاراژ خونه پدر و مادرم تأسیس کردیم. اونم وقتی که من 20 سال بیشتر نداشتم. ما خیلی سخت کار کردیم و در مدت 10 سال اپل تبدیل شد به یک شرکت 2 میلیارد دلاری با حدود 4000 نفر کارمند. ما جالبترین محصول خودمون رو به بازار عرضه کردیم، مکینتاش. اما تنها 1 سال بعد از عرضه مکینتاش، وقتی که 30 ساله بودم، هیئت مدیره اپل منو از شرکت اخراج کرد.
چطور میشه کسی که از شرکتی که خودش تأسیس کرده اخراج کرد؟ کار سختی نیست. شرکت رشد کرده بود و ما مدیری رو که فکر میکردیم توانایی خوبی برای اداره شرکت داره استخدام کرده بود. همه چیز خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه بعد از 1-2 سال در مورد استراتژی آینده شرکت من با او اختلاف نظر پیدا کردم و هیئت مدیره از اون حمایت کرد و منم دستان اخراج شدم. احساس میکردم که کل دستاورد زندگیم از دست دادم. چند ماهی واقعا نمیدونستم چه کار باید بکنم. رسما شکست خورده بودم و دیگه جایی در سیلیکون ولی نداشتم. ولی احساسی در وجودم داشت شکل میگرفت. احساسی که خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودن. احساس از نو شروع کردن. شاید اون موقع متوجه نبودم، اما اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سبکی یک شروع تازه جایگزین سنگینی موفقیت شده بود و من کاملا آزاد بودم. اون دوره از زندگی من مملو از خلاقیت بود. طی 5 سال شرکتی به نام نکست تأسیس کردم و بعدم شرکتی دیگه به اسم پیکسار. بعد با زنی فوق‌العاده آشنا شدم که بعدها با او ازدواج کردم. پیکسار اولین انیمیشن تمام کامپیوتری دنیا رو با نام داستان اسباب بازی به وجود آورد و حالا از موفق‌ترین استودیوهای تولید انیمیشن در دنیا است. در سیر خارق‌العاده اتفاقات شرکت اپل نکست رو خرید و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و فناوری ابداعی در نکست انقلابی در اپل ایجاد کرد. من با زنم لورن زندگی بسیار خوبی رو شروع کردیم. اگه من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ کدوم از این اتفاقات نمی افتاد. این اتفاق مثل داروی تلخی بود که به یک آدم مریض می‌زنی و مریض واقعاً به اون احتیاج داره. بعضی وقتا زندگی مثل پوست که سر ما می‌کوبه ولی نباید ایمانمون از دست بدیم. من مطمئنم تنها چیزی که باعث شده در زندگی همیشه رو به جلو حرکت کنم این بوده که کارم رو واقعاً دوست داشتم. اما قصه سوم من درباره مرگه. 17 ساله بودم که در جایی خوندم اگه هر روز جوری زندگی کنین که انگار اون روز آخرین روز زندگیتونه، شاید یک روز این نگاه به حقیقت بدل شه. این جمله تاثیر خاصی روی من گذاشت. و از اون موقع 33 ساله که هر روز وقتی به آینه نگاه میکنم از خودم میپرسم اگه امروز آخرین روز زندگی منه، آیا باز کارایی رو که امروز باید انجام بدم انجام خواهم داد؟ هر موقع جواب این سوال نباشه میفهمم که باید زندگیمو تغییر بدم. یاد داشتن این که بالاخره روزی خواهم مرد برای من یک ابزار مهم تبدیل شده. ابزاری که کمک میکنه خیلی از تصمیمات زندگیمو راحت تر بگیرم، چون هیچ یک از توقعات بزرگ زندگی، غرور و یا شرم از شکست در مقابل مرگ رنگی ندارد. حدود 1 سال قبل دکترها تشخیص دادن که سرطان دارم. ساعت 7:30 صبح بود که بعد از معاینه یک تومور در لوز المعده پیدا کردن. من حتی نمیدونستم که لوز المعده چیه و کجا آدم قرار داره. ولی دکترها گفتن که این نوع سرطان غیر قابل درمانه و من بیشتر از 3 ماه زنده نمیمونم. دکتری به من توصیه کرد که به خونه برم و اوضاع رو سر و سامون بدم. از روش این بود که برای مردن آماده شم، مثلا چیزایی رو که قرار بوده 10 سال بعد به بچه‌ام بگم در عرض همین 3 ماه به اونا بگم. خلاصه باید برای خداحافظی آماده می‌شدم. من با اون تشخیص تمام روز دست و پنجه نرم کردم و سرشب روی من آزمایش اپتیک انجام دادن. یک اندوسکوپ رو توی حلقم فرو کردن که از معده‌ام می‌گذشت و وارد لوز المعده میشه. همسرم گفت که وقتی دکتر نمونه رو زیر میکروسکوپ گذاشت بی اختیار شروع به گریه کرد، چون این یکی از کمیاب‌ترین نمونه‌های قابل درمان سرطان لوز المعده بود. مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زندگی. هیچ کس، حتی اونایی که میخوان بمیرن و وارد بهشت بشن، دوست ندارن که بمیرن. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترک زندگی همه ماست. شاید مرگ بهترین بازی زندگی باشه، چون مأمور ایجاد تغییر و تحوله. مرگ کهنه‌ها رو از میان بر می‌داره و راه رو برای تازه‌ها باز می‌کنه. یادتون باشه که زمان محدوده، پس عمرتون رو با زندگی کردن به دلخواه دیگران هدر ندید.
هیچ وقت در دام غم و غصه نگفتین و هیچ وقت نذارین که هیاهوی دیگران صدای درونیتون رو خاموش کنه. از همه مهمتر شجاعت اینو داشته باشین که از احساس قلبی خودتون و ایمانتون پیروی کنید. وقتی من به سن شما بودم، نشریه‌ای خوندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر میشد که یکی از پرطرفدارترین مجله‌های نسل ما بود. این مجله مال دهه 60 بود، یعنی وقتی که هیچ خبری از کامپیوترهای ارزان قیمت نبود. تمام این مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پولاروید درست میشد. شاید چیزی شبیه گوگل الان، ولی 35 سال قبل از اینکه گوگل پا به دنیا بگذاره. اواسط دهه 70 آخرین شماره کاتالوگ کامل زمین منتشر شد. اون موقع من سن الان شما رو داشتم. روی جلد آخرین شماره عکسی از صبح زود در یک منطقه روستایی کوهستانی چاپ کرده بودن، از اون جاهایی که خیلی دوست دارن برای پیاده‌روی برن. زیر عکس نوشته بود Stay hungry, stay foolish. این پیغام خداحافظی اونها در آخرین شماره مجله بود و این آرزویی که همیشه برای خودم داشتم و الان موقع فارغ التحصیلی برای شما آرزو می‌کنم.